مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات سیومش پیرامون وضع سرحد تاجیکستان و قرقیزستان ادعای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف درباره از جانب تاجیکستان استفاده شدن جنگیان رشدار با لباس سیاه‌پوش بینشان به اساس و از حقیقت دور نامید. متن پاره اظهارات چنین است: کوشش‌های جانب تاجیکستان جهت به اعتدال آوردن وضعیت در سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان تا ساعت 11:10 16 سپتامبر سال 2022 نتیجه نداده ایستادند، زیرا طرف قرقیزستان مناقشه‌های مسلحانه را ادامه داده از راه حل قضیه طریق گفت و شنید سرپیچی می‌کند. دو مرتبه به آتش بس یک جانبه جمهوری تاجیکستان نظامیان قرقیز با آتش‌کشی پرشدت از تمام نمودهای سلاح جانب نقطه‌های اهالی نشین پاسخ دادند. به ضمن این جانب قرقیزستان توسط شبکه‌های اینترنتی در ادامه مناقشه جمهوری تاجیکستان را گناهکار کردنی می‌شود که اساس واقعی ندارد. آنها با راه اغوا در رسانه‌های قرقیزی خبر استفاده شدن جنگیان رشدار را با لباس‌های سیاه‌پوش بینشان پهن کردند که از حقیقت دور است. محض از طرف نظامیان قرقیز واحدهای تعیینات مخصوص استفاده شده ایستادند که دلیل ثابت گردیده میباشد. معلومات اغوا انگیزی که از جانب قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده ایستادند مقصدناک و مرکب‌تر نمودن وضعیت در خط سرحد دولتی دو کشور نگرانی کرده شدند. تاجیکستان جانبدار طریق گفت و شنید و با راه‌های دیپلماتی حل نمودن مناقشه سرحدی بود و در همین موقع استوار باقی میماند. جانب تاجیکستان تا این ساعت درباره تلفاتش در زدوخوردهای صبح 16 سپتامبر سال 2022 در مرز با قرقیزستان یگان اطلاع رسمی نداده است، ولی وزارت تندرستی قرقیزستان که هر ساعت درباره شماره زخمیان در درگیری‌های مرزی اطلاع رسمی نشر می‌کند خبر داد که بنا به معلومات فوری تا ساعت 11:00 روز 16 سپتامبر سال 2022 تنها در بیمارستان ولایتی بودکند الکی 18 زخمی بستری کرده شدند. خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد که مذاکرات ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پیرامون آتش بس شروع شده است. بنا به اطلاع این نهاد در مذاکرات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی دو کشور گنرال لیتنانت قمچبک توشیف و گنرال پلکوونیک سیمومین یتیموف اشتراک دارند.